سلام، من فرنازم و شهر ملبورن استرالیا زندگی میکنم. خوش اومدید به ویدیوی یوتیوب من توی اینستاگرامم با همین اسم و آیدی فرناز پیراسته فعال هستم و خوشحال میشم که اونجا هم با هم دیگه همراه باشیم. ویدیوی امروز درباره یکی از فستیوالایی که اینجا رفتم که بزرگترین فستیوال ایرانیان استرالیا است به اسم پرشین فیر که توی ملبورن برگزار میشه هر سال و امسال 10مین سالی بود که این جشنواره این گرد همایی برگزار شد. میخوام اول براتون بگم که من چطوری با این جشنواره آشنا شدم، اونجا چی کار میکردم، برنامه چطوری بود و یه جورایی قرایی که میخواستم بزنم و شکایت هایی که داشتم و گله هایی که داشتم و اینا رو خلاصه بشینیم با هم دیگه بیاریم وسط و غیبت ها رو بکنیم و اینها بریم. خب اول از همه برای کسایی که شاید ندونن بگم که من تقریبا 4 ماه شده که مهاجرت کردم به استرالیا. قبل از اینکه بیام استرالیا کره جنوبی زندگی می‌کردم 10 سال و بعدش دیگه تصمیم گرفتم که بیام استرالیا. توی این 4 ماهی که استرالیا بودم کم و بیش با ایرانیا گروه‌های مختلف آشنا شدم و اینی که تونستم در واقع آشنا بشم با این فستیوال بزرگ به هر حال به واسطه حالا همین سوپر ایرانی رفتن، خریدای ایرانی، به هر حال با دنبال کردن پیجای بلاگرای ایرانی استرالیا و ملبورن بوده. ولی مهمتر از همه این که من با این فستیوال آشنا شدم به واسطه یکی از اشخاصی که خب سال‌هاست اینجاست، با سابقه هستن. فکر میکنم اکثریت ملبورن بشناسنشون و خب ایشون خیلی لطف داشتن به من. یه جورایی اینو تو پرانتز بگم، دوست من قبل از اینکه من بیام اینجا وقتی که داشت راجع به ایشون صحبت میکرد میگفتش که آقای فلانی فرناز ملبورنه یه جورایی، چون که من خیلی وقتا به میگفتن مادر بوسان، یه جورایی خب خیلی برنامه ها رو اونجا هماهنگ میکردم، خیلی چیزا رو اطلاع داشتم، خیلی وقتا به بچه‌ها کمک میکردم، برنامه‌های مختلف و حالا نمیدونم کارهای قانونی چیزای مختلف و به هر حال اطلاع داشتم و بچه‌ها تا جایی که میتونستم کمک میکردم. خلاصه این یه پکیجی کلی رو دوست من خیلی جالب بود که میگفتش که ایشون خلاصه فرناز ملبورن و به همین واسطه من خیلی برام جالب بود و خیلی کنجکاو بودم بدونم که خب این آدم کیه، چجوریه و خلاصه باهاشون آشنا شدم و ایشون هم خیلی لطف داشتن و به هر حال پیج من دیده بودن، خونده بودن، دنبال کردن و خب این خیلی باعث افتخار من بود و خب میگم ایشون آدم شناخته شده این که خیلی ساله، فکر کنم نمیدونم بیشتر از 20 ساله شاید که اینجا زندگی میکنن و ایشون من رو صدا امیدوارم خراب نشده باشه و ایشون من رو به تیم پرشین فیر در ملبورن معرفی کرده بودن. قرار بود اول از همه در واقع من گفتن که این تیم دنبال مجری میگردن و من خواستم که شما رو معرفی بکنم به عنوان مجری برنامه. توی پرانتز باز من یه چیزی بگم که قبل از این که به هر حال من کلا آشنا بشم با جمع ایرانیای بزرگ و برگزار کننده های برنامه و اینها، تصورم این بود که ببین این همه ایرانی اینجا هست، هزاران ایرانی اینجا در زندگی میکنه، بعد خیلی هاشون سال هاست در اینجا زندگی میکنن، بیزینس های مختلف دارن و اصلا من اینجا چی کار یعنی من اینجا اصلا کاری اضافه تر از اینا کاری نمیتونم انجام بدم. حالا هر چقدرم که سابقه مثلا کار اجرایی داشته باشم اینجا اینقدر هستن که حالا منم شاید بیام یه گوشه ای حالا یه کاری بکنم یا برم به عنوان بازدید کننده فقط مثلا توی برنامه باشم و اینا. تصورم این بود. خب حالا میریم جلو براتون میگم که چی شد و من چی فکر کردم و چی دیدم و این. حالا باز برای بچه‌هایی که نمیدونن اینو لازمه بگم که خب من حالا اصلا توی ایرانم که بودم قبل از 10 سال پیش، اونجا توی دانشگاه و توی یک NGOیی که داشتیم و اینا، خب ما برنامه زیاد برگزار میکردیم. یعنی من
تجربه برگزاری برنامه و مجریگری و خلاصه روابط عمومی و هماهنگی و اینا رو از توی ایران داشتم. توی کره هم که خب مسئول انجمن ایرانیان بوسان بودم، مثلا در واقع خودم رفتم دنبالش، تشکیلش دادم و ما این انجمن رو داشتیم و حالا برنامه‌های مختلف که اکثرش هم خب خارجی بود و حالا برنامه واسه ایرانیا و همه اینا با هم. و خب تجربه به واسطه حالا پیجی که دارم و همراه کننده هایی که دارم و حالا این کلمه همیشه برای من خیلی کلمه غریبیه ولی اینفلوئنسر بودن، خب خیلی ایونت های مختلف توی کره دعوت می شدم، خیلی ایونت مهم و بزرگ و نکتهش اینه که میخوام بگم که برگزاری خیلی از ایونت ها رو از نزدیک دیدم و خب من با این پیش زمینه اومدم و توی این برنامه شرکت کردم. حالا این دوستان با من پرانتز بسته این دوستان لطف داشتن و با من تماس گرفتن و گفتن که آره، من اولش خب یه کمی اصلا شک داشتم که اصلا من برگردیم یکم عقب‌تر، اون شخصی که بهتون گفتم که فرناز ملبورن بود، اون شخص با من تماس گرفتن و گفتن که آره من میخوام شما رو به عنوان مجری پیشنهاد بدم به تیم اجرایی و مثلا خودتون موافق هستید نیستید و اینا. و من اصلا خودم یه لحظه واقعا شوکه شدم که چرا من که اصلا تازه اومدم، این همه آدم اینجا هست، من جسارت نمی کنم به این همه آدمی که دارن اینجا زندگی میکنن و اینا. و حالا من اصلا نمیشناسم جمع چه جوریه، برخورده چه جوری میتونه باشه و اینا. یکم شک داشتم ولی بالاخره بعد از مثلا یکی دو روز فکر کردن و بالا پایین کردن و اینا احساس کردم که حالا به هر حال مشکلی هم نداره، من قبول میکنم، به هر حال با تیم اجرایی صحبت میکنیم، اونا میبینن اگه به هر حال احساس کردن که مناسبه که من این کار انجام میدم، ولی خب از سمت خود من به هر حال اوکیه. خلاصه بهشون گفتم و دیگه بعد تیم اجرایی با من تماس گرفتن و به هم گفتن که آره ما مجری اصلیمون ایران بودن و قرار نبود که، یعنی مطمئن نبودن که بتونن خودشون رو به برنامه برسونن ولی رسیدن و ما میخوایم که توی بخش دیگه ای از شما کمک بگیریم. و خلاصه برای من توضیح دادن که برنامه بخشای مختلف داره، یه بخش آرت اند کالچر داشت، یه بخش حالا بیزنس ها و مثلا اسپانسرهای برنامه بودن، یه بخش حالا مثلا غذا و نمیدونم ببخشید غذا و مثلا شیرینی و اینجور چیزا و چای و اینا بود، یه بخش دیگه هم که بازارچه ایرانی بود. میخواستن که من مدیر آرت اند کالچر هال بشم و در واقع اونجا مدیریت این که همه چیز اونجا خوب پیش بره و اینا و خلاصه نظارت روی غرفه ها و اینا رو داشته باشم. باز من تعجب کردم که من اصلا این همه آدم اینجا هستن با سابقه، چرا من؟ ولی حالا هی بچه‌ها میگفتن که بابا خب تو چرا که نه، تو به هر حال یه آدمی هستی که سابقه داری، توی تو این توانایی دیدن، حالا دوست دارن که این کار به تو بسپارن. من گفتم که خب دستشون درد نکنه و منم با کمال میل خوشحال میشم که این کار انجام بدم. خلاصه این کلیت فضای این فستیوال رو داشته باشید که این شکلیه. خب حالا قبل از اینکه وارد جزئیات برنامه بشم، ببین من بعد از برنامه که امروز روز پنجشنبه است، پنجشنبه 16 نوامبر 2023، باز من هر بار میخوام اول ویدیو تاریخو بگم یادم میره، وسطش میگم. امروز پنجشنبه است و برنامه یک شنبه پیش برگزار شد، یعنی همین چند روز پیش برگزار شد و من بعدش اومدم توی اینستاگرام نوشتم که ای کاش میشد من یه لایو بذارم و بشینیم، مثلا لایو که بذارم که آره اگه میشد که خیلی خوب بود، ولی خب نمیشد چون به هر حال نمیخواستم که همه حرفی رو بزنم و خب خیلی هم میدونستم که به هر حال میبینن اینستاگرامم و دلم نوشته بودم که دلم خواست بشینیم یه جایی با همتون، با بچه‌هایی که بالاخره صمیمیم و اینا، دنبال کننده ها، و بشینیم غیبت کنیم و من تعریف کنم که چه جوری بود و اینا. خلاصه خیلی حرفاست که دارم میخواد بزنم و اصلا واسه همینم این ویدیو یوتیوب رو دارم ضبط میکنم
ولی خب خیلی سعی میکنم که محتاط بگم که به هر حال به کسی هم بر نخوره، ولی پیشا پیش اگر که صحبت‌های من به کسی ممکنه بر بخوره که امیدوارم اینجوری نباشه، من عذرخواهی میکنم، ولی سعی میکنم چیزی نگم که برخورنده باشه، مگر حالا انتقاد نسبت به برنامه که حالا اونجای صحبت داره. خلاصه بریم توی برنامه. خب ببین، صبح برنامه از ساعت 11 شروع میشد تا ساعت 4:30 بعد از ظهر. به ما که خب تیم اجرایی بودیم گفتن که مثلا صبح زودتر بیاین که دیگه بچینیم، غرفه‌ها رو بچینیم و کار رو بکنیم و اینها. من ساعت فکر میکنم 8:45 نزدیک 9 اونجا بودم و خب وارد سالن شدم. سالونی که قرار بود من اونجا در واقع هماهنگی ها رو انجام بدم، سالونی بود که چند تا میز قرار بود باشه و حالت غرفه های مختلف و سالن اصلی اجرای برنامه بود. یعنی سالونی بود که صندلی چیده شده بود، استیج اونجا بود و رقص و موسیقی و اینها قرار بود که اونجا انجام بشه. خلاصه من رفتم و خب بودن چند تا میز بود که غرفه خوشنویسی بود، اساتیدی که مثلا اساتید خوشنویسی که بودن اونجا کارشون رو گذاشته بودن، بعدش افراد می اومدن مثلا بهشون متن میدادن، می نوشتن. یه بخش دیگه بود که این طرف غرفه مدرسه ایرانیان بود که مدرسه ایرانیان مثلا خیلی جالبه که مثلا فکر کنم 40 سال یا 50 ساله شده، مثلا اینقدر قدیمیه که مثلا خب بچه‌هایی که اینجا به دنیا اومدن و اینا اونجا میرن مثلا فارسی یاد میگیرن. یه بخش دیگه بود که برای بچه‌ها بود، فیس پینتینگ داشت، برای بچه‌ها مثلا نقاشی می‌کشیدن. یه بخش دیگه بود که حالت چای خونه ایرانی داشت، تزیین کرده بودن مثلا حالت تخت مثلا اونجوری گذاشته بودن. یه بخش دیگه‌اش بود که صنایع دستی گذاشته بودن و مثلا حالا هر کسی می‌خواست بخره و این خلاصه آرت اند کالچر هال بود. یه بخش دیگه بود که خب بیزنس ها بودن که بیزنس ها مثلا اومده بودن و به هر حال کارشون رو ارائه میدادن و مردم باشون آشنا میشدن و اینا. یه بخش دیگه بازارچه بود، بازارچه ایرانیان بود، باز اونجا هم مثلا بیزنس های مختلف اومده بودن و همه جوری بود دیگه، کتاب فروشی بود، نمیدونم نقاشی های مختلف بود، مجسمه بود، شمع بود، کتابای مثلا بچه ها بود. یه نفر بود که خیلی کارش جالب بود، یه سری کتاب خودشون منتشر کرده بودن، کتابای 2 زبانه، فارسی انگلیسی، برای بچه‌هایی که اینجا به دنیا میان. خانومه خودشون اینجا فکر کنم بزرگ شده بود، اینجا به دنیا اومده بودن، پدر مادرشون ایرانی بودن ولی خودشون یه بار کلا رفته بودن ایران و وقتی که بچه دار میشن احساس نیاز میکنن به یک چنین چیزی، میگردن میبینن که نیست و خلاصه میان و کتابای بچه ها 2 زبانه درست میکنن و منتشر میکنن. خیلی جالب بود به نظر. خب اوکی، پس این شد 4 بخش این پرشین فیر. اوکی، برنامه ها که خب داشت برگزار میشد توی حیاط، توی مثلا قسمت بیرون این فضا کباب درست میکردن، جوجه کباب درست میکردن، شیرینی فروشی بود، بلال درست میکردن. ای خدا دلم خواست. بعد براتون بگم که آره من اصلا یه سریش اصلا فرصت نکردم برم نگاه کنم. این طرفش باز شیرینی فروشی داخل بود، چای میفروختن، چای با هل بود، نمیدونم چای ساده بود و یه فضایی هم داخل و بیرون بود که میتونستی بشینی و خلاص غذاتو بخوری یا چیز کنی، چای تو بخوری یا اینا، شیرینی بخوری از این حرف. روی استیجم چند تا رقص بود، فکر کنم 4 تا رقص بود. 4 تا رقص بود که توی 2 قسمت اجرا می شد. 2 تا 1 ساعت، یه بار از 12:30 تا 1 بکنیم، یه بار از 2:30 تا 3:30 برنامه ها اجرا شد. 4 تا یا 5 تا رقص بود، 2-3 تا اجرای موسیقی بود و اینها. برنامه های موسیقی و رقص فوق العاده بود، به خصوص رقص خیلی عالی بود و اصلا لباسا زیبا، آهنگی انتخاب کرده بودن قشنگ، خیلی حس خوبی داشت، خیلی زیاد. و
مردم چقدر اومده بودن، جمعیت خیلی زیادی اومده بودن و خب خیلی حس خوبی داشت دیگه اینکه مثلا این همه ایرانی اومدن و خیلی هاشون بچه هاشون اینجا به دنیا اومده بودن که مثلا بیارنشون که فرهنگ حالا مثلا با فرهنگ ایرانی آشنا بشن. یه قسمت بود که لباسای سنتی ایرانی بود، بچه‌ها میتونستن بپوشن باش عکس بگیرن و خلاصه فضای خیلی این مدلی بود و خیلی حال و هوای ایران داشت و خب خیلی ها که یا جدید اومده بودن یا کمتر تونسته بودن ایران برن، خب خیلی برشون یادآور خونه و اون حال و هوا بود و خلاصه این حس و حال در جریان بود. این فضا رو داشته باشید. حالا میخوام برم تو دل مشکلات و خلاصه غیبت هایی که میخوام بکنیم. خب جونم براتون بگه که اینجا هم نوشتم که چون میخوام خیلی هم طولانی نشه. ببین من توقع داشتم واقعیتش که با این جمعیت زیاد ایرانی که اینجا زندگی میکنن، با این سابقه خیلی زیادی که دارن توی برگزاری برنامه و با این جمعیت زیاد ایرانی که بیزنس های مختلف دارن و لازم نیست که در واقع یعنی از همین بیزینس ها میشه استفاده کرد برای اینکه توی به هر حال کمک بگیرن ازشون و بتونن استفاده بکنن. مثلا فرض کنید که ما توی کره می‌خواستیم برنامه برگزار بکنیم، تازه بعد میرفتیم میگشتیم که مثلا نمیدونم سیستم صوتی رو چی کار بکنیم، حالا اصلا چی باید سرچ کنیم، کجا باید بریم، اصلا نمیدونم کلمه انگلیسیش اصلا چیه، حالا تا بگو اصلا کره‌ایش چیه و خلاصه خیلی چالش با این قضیه داشتیم. اینجا خب هر چیزی رو که فکر کنی خب بیزنس ایرانی هست و به هر حال یا اصلا نباشه خب به هر حال انگلیسی هست، راحت میشه پیدا کرد و خب ایرانیای زیادی ساله که اینجا زندگی میکنن. من توقعم این بود که خب از این جنبه ها خیلی راحت تر بوده باشه برای برگزار کننده ها، ولی دیدم که نه اصلا اینجوری نبود. حالا چه جوری بود؟ ببین کلیت برنامه واقعیتش اینه که خب یه سری بی‌نظمی‌هایی بود که تو همیشه توی برنامه‌های ایرانی می‌بینی. باز من هیچ وقت از کلی کردن یا کلی گویی خوشم نمیاد، ولی یه سری چیزایی هست که فکر کنم میدونید منظورم چیه. من نمیخوام به همه برنامه‌های ایرانی اینو تعمیمش بدم، ولی منظورمو میدونید چیه. نمیخوام وقت ویدیو رو بگیرم که توضیح بدم مثلا حالا من اگه میگم برنامه ایرانی مثلا اونجوریه چیه. یه سری بی‌نظمی‌ها و یه سری همه و یه سری بی‌فکری هایی که شاید مثلا توی یه سری برنامه‌ها به وجود میاد، منظورم خلاصه اوناست. بی فکری هم منظورم دقیقا همون پیش بینی نکردن یه سری چیزاییه که مثلا ممکنه که پیش بیاد. آره خلاصه که ببین مثلا خب جمعیت هیچ پیش بینی نبود برای اینکه خب جمعیت مثلا چه تعداد قراره که بیاد. مسیر فرض کن افراد مشخص خیلی نبود که اینا مثلا خب این از این طرف مثلا صندلی چیده شده، اینجا باید مسیر بزرگتری باز باشه. غذا مثلا خب کم اومد، اون قسمتی که غذا مثلا زود تموم شد مردم توی صف وایساده بودن، مثلا خورش بود نمیدونم برنج تموم شده بود، یا مثلا به خصوص غرفه‌ای که واسه بچه‌ها بود، غرفه فیس پینتینگ، خب بچه‌ها توی صف وایساده بودن منتظر بودن که نقاشی رو صورتشون انجام بشه، ولی خب مثلا 2 نفر رو کلا توی اون غرفه گذاشته بودن. حالا میگم من چون خودم عضو تیم برگزاری کننده بودم شاید یکم راحت تر باشم اینو بگم، چون که از داخل مجموعه دارم میگم، اینجوری نیست که بشینم از دور بگم که مثلا این کارو می‌کردین اون کارو می‌کردین. آره و خب به هر حال این پیش بینی صورت نگرفته بود که ببین مثلا تو بیا تصور کن مثلا در نیم ساعت حتی اگه 3 تا بچه حتی اگه 2 تا بچه بیان اینجا وایسن چه جوری میشه، که خب خیلی هم بیشتر اینجوری بود. اصلا هر فیس پینتینگ چقدر زمان میبره. میدونم که اینا گفتنش از قبل شاید خیلی راحت تر باشه تا اجرا شدنش ها، اینا رو هم میدونم واقعا، چون میگم
برگزاری یه برنامه واقعا کار راحتی نیست، اصلا کار راحتی نیست و همینی که برگزار کننده تونسته بودن یه چنین برنامه عظیمی رو به هر حال برگزار کنن خودش خیلی خوبه، یعنی خیلی جای تقدیر داره. ولی این چیزاییه که حالا میگم من به چشمم اومد و حالا میرسم به یه چیز کلی که اصلا قصد ویدیو شاید اون باشه. میدونی یه چیزی که احساس میکنم که توی فرهنگ ما وجود داره، این بحث رایگان بودن برنامه ها و خدمات و اینجور برنامه هاست. یعنی ما عادت نکردیم که هزینه کنیم. آقا من این هزینه رو میکنم، وارد این فستیوال میشم، خدمات خوبم میگیرم. اون کسایی هم که برای این فستیوال دارن کار میکنن اونا هم یه هزینه‌ای میگیرن بابت فکر کردن، بابت وقت گذاشتن، بابت برنامه ریزی کردن و این باعث میشه که اونا هم کارشون خوب انجام بدن. من یه حقوقی میگیرم، برنامه ریزی کنم، فستیوال خوب برگزار کنم، اون آدمی هم که میاد یه هزینه‌ای میکنه، هزینه رو میده و سرویس خوب میگیره. ما این برامون من احساس میکنم که هنوز جا نیفتاده، به خصوص سیستم‌های قدیمی ترمون و اینجوریه که خب حالا ما برنامه رو با والنتیر، با نیروهای داوطلب برگزار میکنیم و افرادی هم که میان اینو میدونن و هزینه ورودی آنچنانی هم نمیدن. اگر هم مثلا چیزیش خوب نبود میگن خب حالا دیگه شده دیگه، حالا مثلا ما توی صفی هم وایستیم، حالا نمیدونم برنجش هم نرسه، نمیدونم سیستم صوتی هم خراب بشه اون وسط، نمیدونم هوا هم گرم باشه، تهویه سالن خوب نباشه، حالا شده دیگه اشکال نداره دیگه، دور همیم دیگه. میدونی هم مردم مثلا اینجوری میگن، هم خود برگزار کننده میگه که نه دیگه مردم هم خب میدونن دیگه، اونام توقعی ندارن از ما که خب خیلی خوب برگزار کنیم، یعنی همه یه مثلا این موارد رعایت بشه. حالا میدونی چیزی که بود برای این فستیوال این بود که کلا این از طرف خانه ایران برگزار شد. برگزار کننده این پرشین فیر The House of Persia بود. House of Persia که هوپ مخفف میشه، کوتاه میشه هوپ، خانه ایران. برگزار کننده خانه ایران بود که یک سازمان نان پرافیت، داوطلبانه است، یه سازمان داوطلبانه است و یعنی در واقعش درآمدی از به واسطه فعالیتایی که میکنه نمیخواد که داشته باشه و هر کسی هم که اونجا کار میکنه داوطلبانه کار میکنه. تا اینجاش که خب خیلی هم عالی و خیلی هم خوبه و اینا. ولی خب میدونی حرف من اینه که وقتی برنامه به این بزرگی داره برگزار میشه، چرا ما تیم اصلی برگزار کننده چرا نیان یه حقوقی بر خودشون در نظر بگیرن که بتونن خوب برنامه ریزی کنن، بدونن که و یک ورودی این پرشین فیر $4 بود برای افراد. به جای $4 آقا $10 از افراد بگیرید ولی هزینه بکنید برای این آدما و سرویس خوب بهشون ارائه بدید. حرف من اینه، یعنی چرا نباید هزینه کرد؟ چرا نباید آدمی که وقت میذاره و برنامه‌ریزی میکنه چرا نباید بابت این وقتش پول بگیره؟ حالا ما توی کره خب این کارو میکردیم به خاطر اینکه نبود اون سیستم، چیز نبود. ما مثلا 20-30 نفر بودیم، نهایتا 50 نفر دور هم جمع می‌شدیم، یه برنامه‌ای هم برگزار می‌کردیم، هر هزینه‌ای هم می‌کردیم بین خودمون شیر می‌کردیم دیگه. اون آدمایی که وقت می‌ذاشتن و برنامه‌ریزی می‌کردن، از جمله خود من که بیشترین وقت رو می‌ذاشتم دیگه، مثلا ما نمی‌اومدیم بگیم که خب حالا ببین من مثلا 20 ساعت کار کردم روی این، نمیدونم مثلا اینقدر هزینه می‌گیرم. میدونی دیگه مثلا اونجوری نبود. ولی خب اینجا بحثش خیلی فرق میکنه. اینجا مثلا به هر حال سال هاست دارن این کار میکنن، سیستماتیک تره. و یه بحث خیلی مهمتر و اساسی تر به نظر من اینه که ببین من توی این برنامه، حالا بازی پیش زمینه‌ای بگم، من توی کره جنوبی دوره‌های آموزش فارسی، دوره‌های فارسی، زبان فارسی و آشنایی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی برگزار می‌کردم. برای اولین بار توی کره من توی سازمان دولتی بوسان گلوبال سنتر از سال 2013 من اومدم این دوره رو شروع کردم و به مدت 3-4 سال اونجا تدریس می‌کردم و بعدش هم توی مدرسه ها دوره‌های مختلف
برای آشنایی با فرهنگ ایرانی برگزار میکردیم. هر سال بوسان گلوبال گدرینگ که مهمترین در واقع رویداد فرهنگی بوسان بود، اونجا ما غرفه برگزار میکردیم، غرفه داشتیم و خلاصه میخوام بگم که برنامه واسه ایران من زیاد برگزار کردم و همیشه خیلی برام مهم بود، خیلی زیاد برام مهم بود که راجع به ایران بگم، به مردم دنیا بگم، بشناسونم در حدی که خودم میتونم، چیزایی که داریم توی فرهنگمون بگم. ولی توی این برنامه واقعا داشتم نگاه میکردم دور و برمو و حس میکردم که اصلا چی داریم ما؟ اصلا چی مونده از این فرهنگ؟ چیه اینا که ما هر سال مثلا یه 4 تا صنایع دستی میاریم، یه لباس سنتی میپوشیم، یه رقص سنتی میکنیم، یکی اونور کباب میزنه، یکی اونور چای میذاره، چای هل میذاره، یکی اونور نمیدونم شیرینی میاره. چیه مثلا این مراسم ثابتی که هر سال هر برنامه فقط تو این چیزا رو میبینی؟ میدونی یه حسی داشتم که اصلا چی کار داریم میکنیم؟ اصلا برای کی؟ واقعا یکی که از بیرون بیاد واقعا این چیزا خسته کننده است، واقعا چه اصلا جذابیتی داره؟ و واقعا در یک صحنه‌ای داشتم فکر میکردم اصلا بابا بی خیال این جمعای ایرانی شو، بی خیال منظورم برنامه‌های بزرگ ایرانی شو، برو مثلا برنامه‌های غیر ایرانی رو شرکت کن، برو توی اونا سرمایه گذاری کن. مثلا یه حسی بود که واقعا در لحظه یه چنین چیزی رو داشتم، یعنی واقعا یه ناامیدی دوچار ناامیدی فلسفی شده بودم اونجا. حالا میدونید دلیلش واقعا چیزی که هست اینه که واقعا همینه، یعنی واقعا اینه که ما 40 خورده ای ساله دیگه، داره میشه 50 سال ماشاءالله، نمیدونم چند سال میشه که فرهنگ ما نه تنها کاری براش انجام نشده بلکه هی زده شده تو سرش، هی تخریب شده، هی اجازه داده نشده که کاری انجام بشه براش. کسایی هم که فعالیت میکردن تو این زمینه به هر نحوی که خودتونم میدونید ساکتشون کردن، انگیزشون رو گرفتن و خب هیچ پویایی نبوده توی این فرهنگ و این فرهنگی که میتونست خیلی قشنگ باشه، میتونست خیلی جذاب باشه، میتونست خیلی ها رو جذب بکنه، ولی واقعیتش اینه که ببین خودمونیم. من میگم از دیده خارجی میگم که خیلی براش برنامه برگزار کردم و جلو چشمش گذاشتم. این کارهایی که ما میکنیم دیگه تو دنیای امروز جذابیتی نداره. ممکنه در لحظه خارجی بیاد، حالا یه کبابی هم بخوره، یه بهبهی هم بگه، یه رقصی هم نگاه بکنه بگه چقدر جالب، ولی میره، نگاه میکنه میره دیگه. این که نمیدونم بخواد اتفاق دیگه ای بیفته و اینا نمیفته. حالا میدونی من اتفاقا سر این قضیه خب داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم و حالا هم سر برنامه ریزیش هم سر جزئیات به هر حال برنامه و اینها، و به من میگفتش که ببین خب تو از کره جنوبی، یعنی یه جورایی خب اون برنامه‌های کره جنوبی هم تو ذهنت هست و خب این درسته. ببین برنامه‌ای که توی کره جنوبی برگزار میشد خب به شدت منظم، اصلا تو کیف میکردی که خب همه جوانب در نظر گرفته شده، خیلی شیک و خیلی همه جوانبش واقعا از همه نظر خیلی عالی برگزار میشد. و خب واقعا نمیدونم، شاید جای دیگه اینجوری نباشه، من نمیدونم، ولی به هر حال اون چیزی که تو ذهن من بود. ولی بخشی که میخوام راجبش حرف بزنم اینه که این دوست من به این نکته اشاره کرد که خب واقعا هم درسته، اینه که من جایی زندگی میکردم و برنامه‌هایی رو شرکت میکردم که اون کشور اونقدر توانمند بوده توی ارائه فرهنگش و ارائه موسیقیش و سریالاش و اینها که دنیا رو دستش گرفته با فرهنگش و دنیا الان فرهنگ کره‌ای رو میشناسه
کوچکترین، یعنی حداقلش مثلا چند تا نمیدونم خوراکیای کره‌ای میدونه، نمیدونم کیمچی رو میشناسه، نمیدونم سلام کره‌ای رو بلدن. اصلا من تو همین جمعایی که اینجا بودم مثلا دیدم که خود استرالیا یا ملیت‌های مختلف چقدر اصلا تا میفهمم من کره‌ام شروع میکنن مثلا چند تا کلمه کره‌ای گفتن و نمیدونم ما فلان غذا رو دوست داریم. و خلاصه میخوام بگم که ببین این سیستمی که تونسته چنین در چنین ابعادی دنیا رو بگیره، خب قطعاً با فکر برنامه‌های مختلفش هم داره برگزار میکنه و منی که مخاطب اون برنامه هام خب واقعا جذبش میشم و برنامه ها رو به روز، یعنی فرهنگش رو، لباس سنتیش رو، رقص سنتیش رو، آداب و رسوم سنتیش رو، نمیدونم ساختمونای قدیمی و سنتیش رو به مدرن ترین شکل داره ارائه میده و همین باعث میشه که خیلی جذاب باشه. برگردیم به خودمون، ما چه تغییراتی واقعا دادیم تو این سالها؟ میدونی یعنی من مثلا همیشه فکر میکنم که خب اوکی ما این همه مثلا موسیقی جدید داریم، موسیقی مدرن ایرانی داریم، چرا مثلا ما روی اونا نمیاد رقص باشه؟ یا اصلا چرا یه مدل دیگه ای رقص ما نداریم؟ چرا مدل دیگه ای رقص رو نمیایم ترکیب کنیم با لباس سنتی ایرانی؟ چرا لباس سنتی ایرانی رو نمیایم مدرنش کنیم؟ حتما خیلی از شما دیدید که لباس سنتی کره ای رو مثلا فرض کنید که نمیدونم نیم تنه ازش میزنن، لباس کوتاه میزنن، با شلوار میزنن. میدونی اینقدر طرح‌های مختلف میان کار میکنن و طرح‌های جذاب میزنن که خب میگم دنیا رو گرفته و خب خیلی هم جذابه، یعنی واسه نسل جوان خب خیلی جذابه. خب میدونی واقعیتش اینه که این دولته که میاد سرمایه گذاری میکنه، میاد حمایت میکنه، هزینه میکنه. یعنی من واقعا به چشم دیدم دولت کره چقدر هزینه میکنه، چقدر پیگیره و نتیجهش هم داره میبینه و من نمیخوام مقایسه کنم، نمیشه واقعا مقایسه کرد فرهنگ تنها مونده خودمونو با حالا فرهنگ کره‌ای که هزاران نفر از گوشه و کنار زیرشو گرفتن و خلاصه دارن کمک میکنن که مطرح بشه توی دنیا. ولی خلاصه حرف من اینه که نمیدونم، شاید بتونیم به هر حال یه کاری بکنیم، یه کمی جدای از حالا این بحث طراحی‌ها و اینها، یه کمی بیایم سعی کنیم جدی تر بگیریم، یکم حرفه‌ای تر نگاه کنیم بهش، هزینه از مردم بگیریم و بریم سراغ برگزار کننده های ایونت تخصصی. چرا که نه؟ ببین من اون روز در یک سکانسی که سیستم صوتی دچار مشکل شده بود و تهویه سالن خیلی خوب کار نمی‌کرد، جمعیت در اون چند لحظه خیلی زیاد شده بود، من داشتم به مردم نگاه می‌کردم و داشتم با آدم ها نگاه میکردم و میگفتم که لیاقت این آدم ها این نیست، لیاقت این آدم ها اینه که به بهترین شکل فرهنگ خودشون رو ببینن. نمیتونیم همیشه آدم ها رو مقصر بدونیم، یعنی مثلا بگیم که خب اگر که تو میخوای یه برنامه خوب ببینی خلاصه آستینا رو بالا بزن پاشو بیا کمک کن. نه، ما باید همه که توانایی و تخصص برگزاری برنامه که ندارن، مثل اینه که بگیم که خب نه مثلا تو دوست نداری خودت ساز بگی دستت بیا بزن. نه، نمیشه که، واقعا نمیتونیم مردم رو همش مقصر کنیم. اون کسی که داره برنامه برگزار میکنه اون باید تخصصشو داشته باشه و هزینه بکنه بره دنبال مثلا کسی که به هر حال تخصصشو داره و میشه. یعنی واقعا هم چیز پیچیده ای نیست، فقط به هر حال اون تفکر حرفه‌ای رو میخواد و اون تفکری رو میخواد که حاضر نشه که به هر حال به هر قیمتی
یه مثلا یه حالا دور همی باشه، حالا مثلا داوطلبانه است دیگه، دور همیم دیگه، حالا هر چی شد هر چی این وسط هست میشینیم مثلا نون پنیر است با هم میخوریم. آره خلاصه که اینجوری. به هر حال که حالا من شاید خیلی حرفایی که خود حرفا شاید زدم، ولی مثلا شاید لحنی که ته دلم بود خواست بگم یه جور دیگه گفتم که خلاصه به کسی جسارتی نکرده باشم. و در کل خیلی تجربه خوبی بود. من خیلی باعث افتخارم بود که توی اولین سالی که توی این جشنواره شرکت کردم تونستم که خب به هر بخشی از این تیم اجراییشون باشم، کمکشون بکنم و مطمئنم که سالهای دیگه میتونم که بیشتر به هر حال باشم و سعی کنم که کمک بکنم. تجربه خیلی خوبی بود، رقصای خیلی قشنگی دیدم و به هر حال دست همه کسایی که این برنامه رو تدارک دیدن درد نکنه. میخوام همینجا اگر که شما کسی بودید که توی برنامه یا شرکت کردید، میخوام که نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید. خیلی خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. این بود از ویدیوی من درباره پرشین فیر. ممنونم که تا اینجا تماشا کردید و من توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خدافظ.